کودکی دنیایی است که هر چقدر از آن دور شویم باز هم خاطراتش را با خود حمل می‌کنیم. خاطراتی که گاهی با یک آهنگ، یک تصویر یا حتی یک جمله ساده زنده می‌شوند. یکی از بخش‌های جدا نشدنی این دوران برنامه‌های کودکی بودند که ساعت‌ها پای تلویزیون می‌نشستیم و محو تماشای آنها می‌شدیم. برنامه‌هایی که با داستان‌های جذاب، شخصیت‌های بۀاد ماندنی و موسیقی‌های خاطرانگیز ما را به دنیای خیال و ماجراجویی می‌بردند. هر کدام از این برنامه‌ها نه تنها نقش سرگرم‌کننده‌ای داشتند، بلکه گاهی آموزنده نیز بودند. ارزش‌های انسانی را به ما یاد می‌دادند و حتی باعث می‌شدند چیزهای جدیدی درباره دنیا یاد بگیریم. برخی از آنها آنقدر در ذهن ما ماندگار شدند که حتی امروز با گذشت سالها هنوز هم می‌توانیم دیالوگ‌هایشان را از بر بگوییم یا موسیقی تیتراژشان را زیر لب زمزمه کنیم. در این ویدیو می‌خوایم با هم به گذشته سفر کنیم و 3 برنامه کودک نوستالژیک رو مرور کنیم. برنامه‌هایی که روزی بخشی از زندگیمون بودن و هنوز هم در گوشه‌ای از خاطراتمون زنده‌اند. پس شما هم اگه دوست دارید برای دقیقه‌ای دوباره کودک بشید و به آن روزهای ساده و دوست داشتنی برگردید، با ما همراه باشید. اگه از بچه‌های دهه 80 یا حتی اواخر دهه 70 بپرسید که اولین نامی که از برنامه‌های کودک توی خاطرشون مونده چیه، احتمالاً بدون مکث میگن عمو پورنگ. داریوش فرزیایی که بیشتر با این نام هنری شناخته میشه، سالهاست که با اجراهای پر انرژی و برنامه‌های شادش همراه کودکان ایرانی بوده. اون فعالیت خودش رو از سال 1373 در صدا و سیما آغاز کرده و اول در رادیو اجرا و گزارش پرداخته، اما در سال 76 با برنامه ما و شما وارد تلویزیون میشه و در سال 1378 با تورنج و پورنگ میان کودکان شناخته میشه. نقطه اوج محبوبیت اون اما سال 1380 بود، زمانی که با اجرای برنامه ویژه کودکان نوجوان و با نام عمو پورنگ به چهره ماندگار تبدیل شد. اون نه تنها مجری بلکه بازیگر، خواننده و برنامه‌ساز هم هست و با خلق شخصیت‌های جذاب و اجرای آهنگ‌های شاد نقش مهمی در خاطرات نسل‌های مختلف داشت. همکاری اون با امیرمحمد متقیان نیز یکی از نمادهای دوست داشتنی برنامه‌های کودک بوده و برنامه‌هایی مانند بوستان دوستان پورنگ، 1016 و کتابخانه عمو پورنگ همیشه در یادها باقی مانده. عمو پورنگ فقط یه مجری تلویزیون نبود، اون دوستی برای کودکان بود که با خنده، شادی و آموزش بخشی از دوران کودکی اونها رو ساخت. باشون همه خندون لب خندون لب خندون لب خندون لب خندون. در میان برنامه‌های کودک خاطرانگیز، گروه فیتیله همیشه جایگاه ویژه‌ای داشته. محمد مسلمی، حمید گلی و علی فروتن 3 هنرمند دوست داشتنی بودند که سالها با اجراهای شاد و نمایش‌های طنز خودشون کودکان را پای تلویزیون میخکوب می‌کردند. این گروه ابتدا در تئاتر فعالیت داشتند و عضو گروه چهره‌نما بودند، اما از فروردین سال 1381 با برنامه‌های مستقل تلویزیونی خود با نام گروه فیتیله‌ای وارد خونه‌های مردم شدند. اجراهای پر انرژی، نمایش‌های طنزآمیز، آهنگ‌های شاد و البته که بیان‌های آموزنده باعث شد برنامه اونها خیلی زود در میان کودکان و حتی خانواده‌ها و بزرگسالان محبوب بشه. برنامه فیتیله سال‌ها هر جمعه پخش می‌شد و با آیتم‌های مختلف، ماجراهای طنز، آموزش غیرمستقیم مفاهیم اخلاقی و اجتماعی به یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌های کودک تبدیل شد. این گروه علاوه بر برنامه‌های تلویزیونی در تئاترهای کودک و نوجوان نیز نقش مهمی داشتند و تونستند با شیوه‌ای منحصر به فرد فضایی شاد و صمیمی برای بچه‌ها ایجاد کنند. با این حال متاسفانه فعالیت این گروه در آبان 1394 پس از حواشی مربوط به یکی از قسمت‌های برنامه فیتیله متوقف شد و این برنامه برای همیشه از تلویزیون کنار رفت. اما خاطراتی که این 3 هنرمند برای کودکان ساختند همچنان زنده است. که گفت قاتینگا
صدا زد پاتینگا ما دوتا اومدینگا با رسم اینگا دوستیم با ویتیلینگا شاد و خندون بودینگا دوستیم با ویتیلینگا شاد و خندون بودینگا اوه سلام قاتینگا و پاتینگا سلامینگا 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 این چیه دیگه؟ این همین جدیده بیمار جدید؟ آره برستان؟ خیلی کل شقه چی شده؟ تصادف کرده؟ نه سر دلش درد میکنه سر دلش؟ آره سر یه شوک درود به شما شوک کله نفس کن بخور اگه کودکی خودتون رو توی دهه 70 گذرانده باشید احتمالاً هنوز هم میتونید این جمله رو به خاطر بیارید. زیزی گلو آسی پاسی دراکوتا تا تا. این ورد جادویی متعلق به شخصیتیه که سالها پیش تو دل کودکان و حتی بزرگترا خونه کرد. زیزی گلو. حسای تابتا سریالیه به کارگردانی مرضی برومند که سال 1373 از شبکه 2 پخش شد و خیلی زود به یکی از خاطرانگیزترین برنامه‌های کودک تلویزیونی تبدیل شد. این مجموعه 43 قسمتی داستان یک عروسک عجیب و بامزه به نام زیزی گلو رو روایت می‌کنه. موجودی از سیاره‌ای ناشناخته که با خوندن ورد مخصوصش اتفاقات جادویی و عجیب غریبی رو رقم میزنه. این سریال با داستان‌های شیرین، طنز لطیف و فضای فانتزی تونست کودکان، نوجوانان و حتی بزرگسالان رو پای تلویزیون بشینه. لیلی رشیدی که توی این فیلم نقش مادر زیزی گلو رو بازی میکنه یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های کودکانه تاریخ تلویزیون ایران شد. محبوبیت قصه‌های تابتا اونقدر زیاد بود که واژه زیزی گلو وارد فرهنگ گفتاری مردم شد حتی و هنوز هم وقتی کسی بخواد به چیز عجیب و جادویی اشاره کنه از این نام استفاده میکنه. وجود بی‌نظم هیچ وقت تو زندگیش پیشرفت نمیکنه. فهمیدی؟ حالا زود باش مجله رو جمع کن فوراً بذار سر جاش. چشم. بفرمایید مادر خانومی همه چیز رو مرتب کردم. خاطراتی که فراموش نمیشن. برنامه‌های کودک فقط یه سرگرمی ساده نبودن. اونها بخشی از خاطرات جمعی ما شدن. اما پورنگ با اجرای پر انرژیش، فیتیله‌ها با نمایش شاد و آموزندش و زیزی گلو با دنیای جادوییش لحظاتی رو برای ما ساختن که هنوز هم در یادمون زنده است. هرچند سالها گذشته و نسل جدید با برنامه‌های متفاوت بزرگ شدن، اما تاثیر این آثار همچنان باقیه. هنوز هم وقتی نامشون رو میشنویم لبخند میزنیم و به گذشته برمیگردیم. و همان روزهایی که با خیال راحت پای تلویزیون مینشستیم و از دنیای کودکانمان لذت می‌بردیم. شما کدوم یکی از برنامه‌ها رو بیشتر دوست داشتید؟ حتما نظرتون رو بنویسید و اگه این سفر نوستالژیک رو دوست داشتید لایک کنید.